کمبودهایی داریم که خودمون میتونیم به هم دیگه جبران بکنیم. عزیزان، امت اسلام اگر حق هم دیگه ادا بکنن هیچ کمبود ندارن. ما حق هم دیگه رو ادا نمی کنیم. عزیزان من، اگر تجار حق فقرا بدن فقیر نمیمونه، اگر علما حق جهال بدن و امت بدن کسی جاهل نمیمونه، اگر حکام مسلمین از مسلمین حمایت بکنن دروازه برای دشمنان اسلام بسته میشه. اگر پدر حقش رو ادا بکنه نسبت به فرزند، اولاد منحرف نمیشه. اگر مادر وظیفه درست انجام بده، بچه و دختر منحرف نمیشه. الام مدرستون لذا اعددتها اعددت نسلا طیب الاعرافی. مادر مدرسه ایست که اگر اون رو ساختی و پرداختی، نسل آینده نسل خوبی خواهد شد. پس عزیزان من، همه باید دست به دست هم دیگه به خاطر امت اسلام بودیم تا انشاءالله روز به روز جوانای ما بهتر بشن. من از سال گذشته که آمدم به دبی، در ظرف 1 سال و نیم تقریبا این منطقه رو کلا از بندر عباس به طرف غرب و این طرف همه الحمدلله یک چرخش مفصلی داشتم در مراسم ها در روز جمعه و واقعا علاقه عجیبی هست در اونجا. عزیزان من، خیلی علاقه هست. همون علاقه ها اینجا هم داریم میبینیم. امشب واقعا شب با خود، شب با صفایی، چون که این شب با خدا داریم زندگی میکنیم. چقدر ارزش داره نه وقتی انسان شبی رو در جوار بندگان خدا با خدا زندگی زیبا میشه، با ارزش میشه، عزیز میشه، الفت و محبت بین دوستان و برادران ایجاد میشه. البته من امسال تصمیم ندارم در مساجد صحبت بکنم، گفتیم جلسه های خصوصی باشه نندازیم، همینجور سبودتره برای ما و بهتره. الحمدلله استقبالم هست. من 20 روز در قطر بودم، یک شب با چهار مسلمه ها برنامه داشتم، یک شب با نمیدونم امارتی ها برنامه داشتیم، یک شب با نمیدونم از طرف فضلالامازون، هر شبی با یکی از این قبیله ها و منطقه ها جلسه هایی داشتیم. الحمدلله استقبال خیلی عظیمی کردن. استقبال در همه جا هست، به شرطی که ما دست به دست هم دیگه بدیم و تلاش بکنیم تا انشاءالله چه این کار رونق پیدا بکنه. جوانایی که ذی نفوذن و نفوذ دارن رو جوانای دیگه، خواهش ازشون میکنم اگر کج رفتن بس که دیگه باید برمیگردن. باید این جوانی صرف چه دین بشه و بندگان خدا بشه. همیشه این دعا رو از خدا بطلبید: خدایا منو بنده مخلص خودت قرار بده و خدایا منو خادم بندگان مخلصین خودت قرار بده. اول از خدا بطلب که بنده مخلص و خالص خدا باشید، خود تنها بنده خدا باشید، خادم بندگان خدا نباشید، به درد نمیخوره. یک راه برای سروری هست. اگر ما مسئله پردل امروز در جمع شما احترام داره، یک کرسی گذاشتید، یک شیخ این طرف نشسته، یک شیخ بزرگوار این طرف نشسته، این ناچیز و از همه کمتر ایستاده و یک کرسی براش گذاشتن، باور بکنید نه به برکت سر ما باشه که آج پردله، از برکت دین خداست. اگر من صحبت دینی کردم مثل یک دانه خاکی بودم. این احترام عزیزان من و عزت در جمع کسانی که من ندیدمشون و نمیشناسمشون و نسب من نیستن، همشهری منم نیستن. ابل اسلام لا ابل اسلام. پدر من اسلامه، مادر من اسلامه، خانواده من اسلامه. ان اکرمکم هم دیگر رو بفشارید، دست برادری به هم بدید، مغازه به مغازه این جوانای خودمون تو دبی بگردید. اگر جوانی کج داره میره، از کانال دوستی و برادری وارد بشه، اونو نجات بدید. اگر جوانی خدای نکرده راه کاباره رو در پیش گرفته، با اخلاق زیبا اونو جذب مسجد بکنید.